مقامات امور داخلی ناحیه رشت در نسبت کاربر فعال فیسبوک جنیدالله خدایارف که برای نوشته های تنقیدیش در نسبت کمبودی های ناحیه در هفته گذشته بازداشت شد، با ماده 307 کودکس جنایی یعنی دعوت عمومی برای تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی ایبدار دانسته شد. در حالی که نزدیکانش بازداشت خدایارف را به اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک ربط می‌دهند، خادمان پلیس دوشنبه در شرح بازداشت او کوتاه میگویند که یک بیفهمی کرده است. حالا به اصطلاح این بیفهمی ها که اصلا از تنقید تنها کمبودی به خاطر اصلاح عبارت می باشند، به قبل کارشناسان آزادی بیان و سخن را که در قانونهای جاری کشور بخصوص قانون درباره مطبوعات ذکر شده است زیر پا مانده، از بالای آن به جای اصلاح وضع نفر مورد نظر از طرف مقامدار مورد خصومت قرار گرفته در نهایت مجازات خواهد شد. فرهاد خدایارف برادر جنیدالله خدایارف روز 26 ژانویه به رادیو آزادی گفت برای دفاع از برادرش وکیل مدافع گرفتند تا در این قضیه از او حمایت کند. جنیدالله در صفحه فیسبوکیش از جمله رئیس کان انگشت ناحیه را تنقید کرده است که راه ماشینگردی را که انگشت کشانیده می شود تعمیر نکرده است و در یک مقاله دیگرش شعبه معارف را در عوض پول قرض کتاب از طلبه ها چهارمغز می گیرند تنقید کرده بود. حادثه به جزا کشیدن نفری که برای اصلاح کمبودی در ناحیه صدا بلند کرده و به مجازات کشیده شده باشد کم شمار نیست. شاهدان حادثه میگویند حکمت الله مردان خوجایف، یک ساکن دیگری کوچه رودکی شهرک غرب، در ماه ایول سال گذشته بعد یک جمع آمد رسمی در زمینه رفع عاقبت سیل در مرکز ناحیه بازداشت شده است. حکمت الله مردان خوجایف از نماینده مقامات ناحیه گله کرده است که در مسجدها مردم پول میسپارد و در هر عید و جشنها از مردم پول جمع آورده میشد، ولی چرا در روزی که خانه های مردم بر اثر سیل خراب شده است مقامات ناحیه چاره‌جویی نمی کند؟ بعد این شکایت مردان خوجایف برای این حرفش به میده افباشی گناهکار دانسته شده 15 شبانه روز به حبس گرفته شد. به دنبال این حالت مومنشاه قیوموف رئیس جماعت غرب ناحیه رشت در صحبت به رادیو آزادی گفت که مردان خوجایف در حادثه تقریبا 2 هفته پیش کمی نافهمی کرد و از کرده خود پشیمان شده است. رئیس ناحیه قناعتشاه لایقوف در آژانس خبری خاور ردنامه نشر کرد و گفت این خبر جای ندارد. چون این نافهمی ها در نواحی دیگری کشور نیز به چشم میخورند که به قبل شاهدان افراد تنقیدگر پیش از همه دچار خشم رئیسان ناحیه قرار میگیرند. اما حالا پرسیده می شود که در چنین حالت بند قانون درباره آزادی بیان کجا خواهد ماند؟ نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید بارها شاهد شکایت‌های هم روزنامه‌نگاران و هم ساکنان عادی شده است که پس از تنقید کار و فعالیت مقامات ناحیه از طرف مسئولان دچار مجازات شدند. وی میگوید شما اگر قوه باشد حتی یک معلم از ناحیه مشهد برای تنقید کردنش باید از خود تبدیل کرده بودند. در ناحیه اش یک روزنامه‌نگار گناه نکرده هم باشد و از همون کمبودی های جای داشته در مقصد مواد تنقیدی چاپ میکنند تعقیب قرار میدهند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌افزاید در چنین حالت آزادی بیان نقض شده، زبان مردم برای ابراز کمبودی‌های جای داشته در منطقه کوتاه کرده می‌شود. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان را به محدودسازی آزادی بیان متهم کردند. این سازمان‌ها تاکید می‌کنند که مقامات حکومت تاجیکستان با وجود تنقیدهای پیوسته سازمان‌ها در مورد آزادی بیان، همچنان خبرنگاران از وجود سنزور، تهدید و فشار و تعقیب برای فعالیت شکایت می‌کنند.